الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است، قال می فرماید ابو سعید قال رسول الله، که فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الماء طهور، بدون شک آب که است پاک کننده است بدن انسان و هر چیز نجاست، لا ینجسه شیء، هیچ چیز این آب نجس نمی کند. اخرجه الثلاثه، سه محدثی را نقل کرده، ابو داود، ترمذی، نسائی و صححه احمد و امام احمد ابن حنبل. این حدیث صحیح گفتگی است. در ارتباط با احادیث بلوغ المرام ما شما گفتیم که این کتاب میخوانیم و متن ازی بسیار کوتاه است، ارزان هم است، گفته میره بگیرین. و این حدیث بلوغ المرام حدیث احکام بود که در هر بخش زندگی انسان کدام حکم عملی کنه، کدام دستور الله را طهارت و غیره باشه. باز کتاب اول کتاب طهارت بود. طهارت در لغت اصطلاح ما شما تعریف کردیم. آبها بود، باب المیاه، آبها، آب چند نوع آب است، آبها را بیان کردیم. و این را گفتیم که چرا از طهارت شروع کرد، به خاطر که انسان اول باید پاک باشد، حتی که مسلمان میشه پاکی ضرور است. و در او حدیث گذشته ما شما و حدیث خواندیم که هو طهور ماؤه. از ابو هریره رضی الله عنه حدیث روایت بود، حدیث صحیح، که رسول الله صلی الله علیه و آله در ارتباط آب بحر گفت که هو طهور ماؤه، آب بحر پاک کننده است، پاک است، پاک کننده است. الحل میتته، و آنچه که در او میمره حیوانات بحری حلال است. و سبب حدیث بیان کردیم می بود که در حدیث دیگه ابو هریره رضی الله عنه میگه، همین درس گذشته را یک مرور میکنیم، میگه قال سأل رجل النبی صلی الله علیه وسلم، یک مردی از رسول الله سوال کرد، قال گفت که یا رسول الله انا نرکب البحر، ای رسول الله ما در بحر سوار میشیم، میریم یعنی سفر میکنیم یا تجارت، هر سفری که است، و نحمل معنا القلیل من الماء، با همراه خود آب کم هم میگیریم، زیاد نمیتانیم. فان توضأنا به عطشنا، اگر وضو کنیم با این آب کم، یعنی آب بر نوشیدن است، اگر وضو بکنیم عطشنا، تشنه میشیم، یعنی بر نوشیدن چیز نمیمانه. افنتوضأ بماء البحر، آیا با آب بحر وضو کنیم؟ وضو غسل یای خود که آب بحر باشه و این بر نوشیدن باشد. میگه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم در جوابشان گفت که هو الطهور ماؤه الحل میتته، یعنی آب بحر پاک کننده است، پاک است و پاک کننده است، و وضو هر بی وضوگی هر چی که باشه. الحل میتته، یک چیز دیگر هم برش گفت، حتی حیواناتی که در بحر است میمرن خودشان ذبح نمیشن و هم حلال است، یعنی میتونین که شما از او استفاده کنین. و این حدیث دلالت میکرد که آب بحر پاک است، بی وضوگی کلان خورد دور میکنه، جنابت باشه یا بی وضوگی. و در این باره اجماع علما را ابن عبدالبر نقل کرده بود. بعضی هم میگفتن که کتاب بحر وضو نمیشه، تو یک حدیث ضعیف استدلال میکردن که از عبدالله ابن عمر روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یرکب البحر الا حاج او معتمر او غاز فی سبیل الله، در بحر نرود، سوار نشود در کشتی ها، یعنی سفر نکنه مگر حاجی، عمره کننده یا مجاهد فی سبیل الله، کسی که جهاد میکنه. چرا؟ میگه فإن تحت البحر نارا، زیرا در زیر بحر آتش است، و تحت النار بحرا، با در زیر آتش دیگه بحر است. از این میگفتن که آتش است و آتش که است آب خراب میکنه و چطور. اینا میگفتن که کتاب بحر صحیح نیست از این حدیث، ولی حدیث ضعیف است. حتی در ضعفش امام بیهقی از بخاری نقل میکنه، امام بخاری و غیره. ابن عبدالبر میگه که حدیث ضعیف مظلم الاسناد، و بعضی ها به ضعفش اجماع را نقل کرده است. یعنی این کسایی که بعضی ها به می نظر بودن مثل عبدالله ابن عمرو ابن عاص و غیره، که
حدیث یعنی آب بحر گویا که صحیح نباشه، اما از او حدیث استدلال نمیشه، ولی جمهور علما یعنی اکثریت مطلق صحابه و 4 مذهب خدای اتفاق داره که آب بحر پاک است و پاک کننده است. و در ارتباط میتیش هم ما گفتیم خود مرده هایش که میموره نظریات مختلف بود که راجعش گفتیم میست که میگن هر چیزی که در بحر زندگی میکنه و حلال است. اگر که امام ابو حنیفه رحمه الله یا احناف میگوین که غیر از مایی دیگه چیز حلال نیست، انواع مایی ها، ولی اونا میگن که دیگه جمهور ائمه ثلاثه میگه که هر چیزش که در بحر زندگی کنه خودشون بموره حلال است و دلایلشون هم قوی بود از جمهور علما که حمایت بود که احل لکم صید البحر، حلال از شکار بحر، و طعامه غذایش حل لکم، یعنی طعام خود مردش متاع لکم، منفعت است بر شما ولی سیاره بر قافله که می روه. و دیگه حدیث باب بود که الحل میتته، پیامبر گفت حلال است خود مرده امی بحر، یعنی حیواناتی که است. و یک حدیث دیگه هم در این باره است که یکم تا میگه که مایی بسیار کلان شوه و با نیانگ شوه خورده نمیشه. جابر رضی الله عنه میگه که این حدیث صحیح است، متفق علیه در بخاری مسلم است. میگه غزونا جیش الخبط، ما جهاد کردیم که یک لشکر عظیم در برابر روم فارس بوده و امر ابو عبیده ابن جراح امیر تعیین شده بود. فجوعنا جوعا شدیدا، بسیار گرسنه شدید شدیم. فالق البحر حوتا میتا، میگه بحر بیرون کرد یک ماهی خود مرده را، بسیار کلان بود. لم نره مثله، که مثلش ندیده بوده. اوسا انداختش در ساحل آمد، مرده بوده. بحر که آب بزنه باز چیزی که مرده باشه دفاع کردن نمیتونه، اوسو میپرتش. یقال له العنبر، میگه نامش عنبر بود، یعنی کلان بود. فاکلنا منه نصف شهر، نیم ماه میگه ما از او خوردیم استفاده کردیم. فاخذ ابو عبیده عظما من نظامی، میگه استخوان از او را گرفت. فمر راکب تحت او، یک سواره که در زیرش میرفت، یعنی یک اسب سوار میتونید در زیرش بره، ایقا استخوان کلان. فاخبرنی ابو زبیر، میگه ابو زبیر به ما خبر داد که انه سبع جابرن، که جابر شنید یقول میگه قال ابو عبیده، که ابو عبیده گفت کلوا بخورین. خوردیم. فلما قدمنا المدینه، در مدینه که آمدیم، ذکرنا ذلك للنبی، میگه ما اینا بر اساس هم یاد کردیم که تو یک حیوان کلان بود، ما از این استفاده کردیم. فقال می پیامبر گفت که چی میگه؟ کلوا بخورین، رزقا اخرجه الله، یه رزقی بود که الله را بیرون کرد به شما، یعنی الله بر شما داد. اطعمونا ان کان معکم، اگر شما پیشتانه است به ما بتین یک ذره. فاتا بعضهم فاکله، میگه بعضشان آمد او را آورد، گوشت که خدا آورده و یک زیاد بوده که دیگه هم آوردن. فاکله، پیامبر هم از او استفاده کرد. متفق علیه، یعنی حدیث از این فهمیده میشه که هر چیزی که یعنی اطعام و خود مردهش که بیرون پرته و هم جایز است خورده شود، مگر اینکه اگر بسیار بوی داشته باشه و طبیعت نشه گپش جداست. نجس که شوه خواهم گوشت گوسفندم که بوی بتا خراب شوه او را کسی نمیخوره. اما از نگاه از این مشکل چی حلال بودن نداره. صرف در تمساح گفتیم اختلاف بوده، جمهور میگن که حرام است، مالکیه میگه جایز است، امام احمد ابن حنبل در یک روایت میگه جایز است و دلیل جمهوری میگه این دندان داره انسان پاره میکنه، اما دیگران میگن نه دمی احل لکم صید البحر و طعامه دی داخل است. و راجی هم می است و از علمای بزرگ مفتی های سعودی که سوال شده و گفته که راجی همی است که تمساح هم جایز است. در بقیه اختلاف است چطور است، محققین میگه جایز است، بعضی دیگران میگن نه. رسول الله صلی الله علیه و سوال کردن بقیه بحری را که آیا ایرم گفت بکشیم در دوا استفاده کنیم، کدام حکیم بوده؟ و مرسم میگه از قتلش منع کرد. میگه از این فهمیده میشه که از قتل منع است، شاید که خوردنش هم منع باشد، اما دیگران میگن نه در امو حکم عمومی داخل است و قتلش جداست، خوردنش استفاده کردنش جداست. خب این حدیث گذشته بود که در این بخش ما شما خواندیم. حدیث امروز چند حدیث ما شما میخوانیم. یکی همی حدیثی که بیان کردیم
ابو سعید خدری میگه که رسول الله صلی الله علیه و گفت ان الماء طهور لا ينجس شیء، آب پاک است، پاک کننده است، هیچ چیز را نجس نمیکنه. یک. دوم حدیث نبی امامه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الماء لا ينجس شیء الا ما غلب على ریحه و طعمه و لونه. یعنی به حساب کتاب حدیث، کتاب بلوغ المرام، سیوم حدیثه. ابی امامه رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان الماء لا ينجس شیء، آب هیچ چیز نجس نمیکنه، الا ما غلب، مگر امون نجاستی که غالب شوه، زیاد شوه، علی ریحه، بویش تغییر بده، و طعمه، یا مزیش تغییر بده، و لونی، رنگش. اخرج ابن ماجه و ضعفه ابو حاتم. این ابن ماجه نقل کرده، ابو حاتم ضعیفش گفتگیست. ما پس هم میگیم که چطور است، ضعیف است نیست، و اولش هم میگیم چطور است. حدیث چهارم بیهقی روایت میکنه که الماء طاهر الا ان تغیر ریحه او طعمه او لونه بنجاسه تحدث فيه. آب پاک است مگری که یک نجاست دو بیفته، با تغییر بده بویش یا مزیش او لونه یا رنگش، بنجاسه تحدث، به یک نجاستی که دو واقع میشه. حدیث پنجم عن عبدالله بن عمر. عبدالله بن عمر فرزند عمر بن خطاب صحابی جلیل قدر است، می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا کان الماء قلتین، وقتی که آب به دو قله برسد، لم يحمل الخبث یا خبث، لم يحمل الخبث، حمل نمیکنه، یعنی با خود نمیگیره نجاست را. و در یک لفظ دیگه میگه که لم ینجس، نجس نمیشه، یعنی وقتی که آب به دو قله برسد. قلتین جمع قله است، به ضم قله، و این موجرة الکبیره من الفخار، امو چارتی کلانه میگه که پر میشد. سابق از امی گل خط که نازک میکنن، چاتی ها جور میکنن، بازو را پختش میکردن، این دافتاب و اینا، مثل کوزهی کسی تو چاتی های کلان. اون سمیت بذالک میگه ایره به این خاطر قلتین میگه لانه تقل، به خاطر که هم حمل میکنن، بسیار آب زیاده با خود یک جای میکنن. و یا قلال حجر معروفت من الصحابه، یعنی امو چاتی کلان است که مشهور بود و نه صحابه. مقدار قلتین به حساب چی را میگه؟ 500 رطل بغدادی، یعنی پیمانه بغدادی است. و یا 5 قرب، و این 5 قرب است. امام شافعی میگه احتیاطی است که قلتان قربتین باشه، یعنی 2 قرب و نصف، یعنی از 2 قرب زیاد باشه. فعلا تقدیرش یعنی اندازیش تقریبا 307 لیتر میشه، 307 لیتر آب. میگه اینو در این حدیثی است که پیامبر گفت که آب به 2 قله برسه، اگر چیز نجاست دو بیفته تا که رنگ ویاش تغییر نخوره، اون نجس نمیشه. پس 307 لیتر آن بیلر مثلا 100 لیتر، یک بیلر آب 100 یا 100 لیتر از بخیالم، یعنی این تقریبا به اندازه 4 بیلر آب دیگه، یا 102 کیلو میگه باشد، به حساب کیلوی 100 گرمه. لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، حمل نمیکنه خبث را، نه نجاست را. مثل که دو حدیث دیگه گفتیم نجاست قبول نمیکنه تا وقتی که رنگ و یاش تغییر نخوره. البته اگر نجاست بعدی بود که رنگش تغییر داد یا بویش تغییر داد یا مزیش، بازو گپش جداست. اما ای که اگر این قاب باشه، این 2 قله، وقتی که یک کسی یک نجاست دو پرته، دو تغییرات نبیه و نجس نمیشه، میشه دو وضو شد و استفاده شد. از این ولو کان الماء انه یضعف عن حملها لم یکن قلتین که گفت، از این فهمیده میشه که باز از این زیادش خو حمل نمیکنه، یعنی کم ترش قلتین است. اگر که در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله ویس میگه که آب کم چی را میگه وقتی که شور میتی یک طرفشه دیگه طرفش شور بخوره، این آب کم است. اگر شور نخور و آب زیاد است. خب این حدیث چند حدیث بیان کردیم. حدیث ابو سعید خدری چطور است؟ صحتش ان الماء طهور لا ينجس شیء، پیامبر صلی گفت آب پاک است، پاک کننده است، هیچ چیزی را نجس نمیکنه. حدیث صحیح است به اتفاق، یعنی حدیث صحیح است. امام احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین، ابن حزم و غیره را صحیح گفتگی است.
حدیث ابی امامه که گفت ان الماء لا ينجس شیء، سوم حدیث کتاب، آب چیزی او را نجس نمی کند الا ما غلب، مگر آنچه که غالب شود علی ریحه و طعمه و لونه، با بوی و مزه و رنگش. این حدیث ضعیف است، یعنی که مثل که حافظ ابن حجر از ابی حاتم نقل کرده است، یعنی در ظروفش اتفاقه، حدیث ضعیفه. خیر بادپسان برتان میگیم که اما دیگه به اتفاق است که محدثین میگن معنایش صحیح است، معنای حدیث، یعنی اجماع کرده و صحابه و علما تابعین ائمه مجتهدین که اگر در آب نجاست یافتید که رنگ و بویش تغییر داد او نجس میشه، یعنی به اجماع میشه، اگر خود حدیث ضعیفه. هرچه حدیث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتین، این جمع زیاد از حافظا یعنی محدثین صحیح گفته است، و وقتی که زیاد محدث یک حدیث صحیح بگه یگام تا مخالفت کنه و حدیث صحیح می باشه. و ابن حجر میسه و جماعت من اهل العلم، جمع بزرگ از اهل علمی را صحیح گفته. ابن حجر یعنی شارح بخاری فتح الباری را که نشته و خودمی صاحب کتاب چی هم است نه بلوغ المرام ما شما که میخوانید. فقط سه شافعی، امام شافعی میگه یه حدیث صحیح، امام احمد ابن حنبل، طحاوی از مذهب حنفی، دارقطنی، ابن دقیق عید، ابن خزیمه، ابن حبان، حاکم و حسن اسناد و امام نووی. و ضعف ابن عبدالبر، صرف ابن عبدالبر از علمای مالکی است، محدث است، در کتاب به نام تمهید داره ضعیف گفته، و ابن قیم در تهذیب السنن. این دو عالم یا دیگه پسان علما هستند که آمده از جمله متأخرین نا گفتگی هستند که ضعیفه. اگر که گپ یام چیز است یعنی تحقیق می شود که بعض مشکلات داره، اما اکثریت محدثین صحیح گفتن. این سوالی است که اصل در آب چیست؟ اصل در آب است طهارت است، آب پاک است، آب نجس نمی باشه. مثلا اگر انسان شک کنه که آیا آب پاک است نیست، در یک جای باشه نجاست در ظاهرش دیده نمیشه، نه رنگش تغییر خورده نه، پس شک کنه که نجس است، یعنی اصلی است که طاهر است، پاک، وضو بکنه دیگه کنه. حتی مردم و شما اگه آب در بیرون باشه شب سرشته شاید یک کوزه یک چیز باشه او را سر شک میکنه این چی شده، کدام آواز بالا اومده، چی گپ شده، نه دیدی که ظاهرش پاک است خلاص پاک است. یکی خو می حدیث که ان الماء طهور لا ينجس شیء. دیگه چند قسم آب تقسیم می شود. صحیح است که آب دو قسم تقسیم میشه، یکی آب طهور است، دوم نجس است. طهور یعنی پاک کننده و نجس. اگر که بعضی سه تقسیم کردن ولی او قوی نیست. حدیث دلیلش چیست؟ حدیث ابو سعید است که ان الماء طهور لا ينجس شیء، آب که است پاک کننده است، چیزی را نجس نمیکنه. یعنی از این حدیث حکم می شود که برای آب به طهوریت که آب پاک است و این عموم خاص شدگی است باز به اجماع. خب آب پاک است، هیچ چیزی را نجس نمیکنه، اگر نجاست هم افتید با اینجا صحابه اجماع کرده که اگر نجاست بیفته، نجاست تغییر بده، رنگش یا مزهش یا بوش بازو نجس میشه به اجماع، تا که تغییرات نامدنی. ابن منذر این اجماع را نقل میکنه، کتاب داره به نام اجماع مراتب اجماع. او میگه که اجماع اهل علم یعنی علما مجتهدین ائمه امام ابو حنیفه رحمه الله و غیره اجماع کردند که علی ان الماء القلیل او الکثیر، آب کم باشه یا زیاد، اذا وقعت فيه نجاسه، وقتی که اون نجاست بیفته، فغیرت النجاسه الماء طعما او لونا او ریحا انه نجس ما دام كذلك. و وقتی که نجاست افتید تغییر داد من نجاست، آب مزهش یا رنگش یا بویش، یعنی یکی از این اوصاف سیگانه شه، انه نجس ما دام كذا، این نجس میشه تا وقتی که میگه باشه. نجس چرا میگه که اون نجاست بیفته، یکی از صفاتایش تغییر بده، اینطوری که هر سه صفتش یکیشم تغییر بخوره. حکم آب زیاد چیست؟ وقتی که اون نجاست بیفته و رنگ ویاش تغییر بده. آب زیاد وقتی که اون نجاست بیفته یکی از صفاتش تغییر بده و به اجماع نجس است، به اتفاق نجس. ابن منذر اجماع را در این باره نقل کرده که پیشتر بیان اتفاق علما را. آب کم چطور است؟ اگه آب کم باشه در اون نجاست بیفته تغییر بده رنگ و مزه و یاش، این خو به اتفاق نجس است. آب کمی که استاده باشد، استاده است، مثلا در یکم جای اوزکای خورده است، کم آباست، اگر در اون نجاست بیفته ولی تغییرش نته، آیا نجس میشه نمیشه؟ در این اختلاف است.
میگم جای میریم تو عوضکای خورده است، بسیار آب کم اونجا است و نجاست هم دو هفته اما تغییر نداده. در اینجا علما در آب استاده اختلاف دارند. یکی آبی که روان است نجاست بفته و پاک است، در او گپی نیست. یکی آب استاده است، می زمانی که روبرو شود با اون نجاست تغییرش نتا، در این دو قول است. یکی میگه نجس میشه به مجرد ملاقات نجاست، یعنی نجاست که در مو هفتید نجس میشه. نظر اول میاد. به این نظر امام ابو حنیفه رحمه الله، یعنی از مذاهب اهل سنت، و شافعی و احمد، یعنی امام ابو حنیفه، شافعی، احمد ابن حنبل، اینا میگن که نجاست هفتید نجس میشه. دلیلشان چیست؟ یک حدیث باب است که ابن عمر گفت نه اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، وقتی که آب به دو قله برسد نجس نمیشه. از این حدیث چطور استدلال میکنن؟ میگه از مفهوم حدیث فهمیده میشه که منطوقش ایست که ان ما بلغ قلتین فهو کثیر لا يحمل، آب که به دو قله برسه که یعنی 307 لیتر شما گفتیم، این نجاست حمل نمیکنه به خاطر که زیاد است، یعنی دو قله کش. و از مفهومی از این فهمیده میشه که مادون قلتین، اگر دو قله کم باشه، مثلا 307 لیتر اگر کم باشد، فینجس به مجرد الملاقات، یعنی با مجرد ملاقات شدن نجاست دو نجس میشه، حتی ولو لم یتغیر، اگر که میگه رنگ و بوی و مزیش تغییر نخورده باشه. اینا یعنی میشه عالم این گپا گفته. ابن قدامه میگه و تحدید بالقلتین يدل على ان ما دونهما ینجس. ابن قدامه که از علمای حنبلی است و ایام بسیار عالم مشهور است، میگه تحدید که کرد پیامبر صلی، یعنی معین کرد، آب به دو قله گفت، از این فهمیده میشه که ماسوای از یک کم باشه نجس میشه. اذ لو استوى حکم الماء حکم القلتین و ما دون ما لم یکن التحدید مفیدا. میگه اگر برابر می بود که دو قله آب و ما پایینتر از این یک قسم باشه، بازمی تعیین پیامبر صلی که آب گفت دو قله شوی فایده نمیداد، این مفید تمام نمیشد. خب یک دلیلشان می حدیث است و که یعنی اگر دو قله آب کم بود نجاست که میرسه سی مذهب میگه که او نجس میشه، اگر که رنگ و بوی و یاش تغییر نخورده. دوم حدیث استدلال میکنن که ابو هریره رضی الله عنه حدیث است و این حدیث صحیح است، بخاری و مسلم است که پیامبر صلی الله علیه و گفت که طهور اناء احدکم اذا ولغ فی الكلب ان یغسله 7 مرات، پاکی ظرف یک از شما پاک کردنش است وقتی که سگ دو دهن بزنه که 7 مرتبه او را بشوید. میگه از این فهمیده میشه که سگ دهن بزند یا نجس شده، اگر که تغییر نمیخوره 7 مرتبه ششتن. در یک روایت دیگه میگه فلیرق و اسو پرتورا، یعنی قال ابن قدامه میگه امر النبی صلی الله علیه و آله بغسل اناء من ولوغ الكلب، به شستن ظرف از دهن زدن سگ پیامبر صلی الله علیه و آله امر کرد که این را بشوین حتی 7 مرتبه، و اراقت سوری و مو پس خوردهش اسو پرتین، یعنی اگر در چیزی اگر ظرف است مثلا یا کوزه سگ دان میزنه او را اسو پرتین، اگر این دهن سگ خونه میگه نجس نیست، یعنی نجاستش ظاهرا معلوم نمیشه. ولم یفرق بین ما تغیر و ما لم یتغیر، پیامبر صلی الله فرق نکرده که تغییر به رنگویشه یا نه، بس گفت که دهن زد سگ در ظرفتان اگر خشک است خوب 7 مرتبه بشین، اگر نیست آبش اوس پرتین. من ظاهر عدم تغییر، ظاهر است که تغییر نخورده، زیرا دهن سگ نجس نمی باشه، ظاهرش نیست. امام نووی میگه فالامر بالاراقه والغسل دلیل النجاسه، امر کرد که پیامبر صلی پس خوردهش اوس پرتین بشین، این دلیل به نجاستش است. خب این سه مذهب از این دو حدیث استدلال کردن، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی، احمد ابن حنبل. قول دوم میست، نظر دوم که انه طهور، کی پاک است و انه لا ینجس الا اذا تغیر بنجاست، یعنی دوم نظری است که آب اگر دو قلم کم باشد پاک است نجس نمیشه مگر اینکه تغییر بخوره به نجاست. بیشتر ما را بیان کردیم یک از اوصافش تغییر بخوره. این مذهب کی است؟ امام مالک، یعنی در 4 مذهب اهل سنت مالک ابن انس امام اهل مدینه بود و همین نظرش بود. و مذهب اوزاعی است، امام اوزاعی امام اهل شام است، ما شما نمیشناسیم میره. و شام یعنی سوریه، کشور عربی که است، این سوریه و دمشق و فلسطینی سهار شامل میشد.
سابق تابعدارا داشت، حال مچ مانده نمانده دیگه والله علم. ثوری، امام ثوری یعنی ابو سفیان ثوری یام در عراق بود و ای صاحب مذهب بود، مردم اطاعت میکرد، تابعدارش والله علم کم باشه یا نباشه. داوود ظاهری یعنی یکی از محدثین است، به ظاهر حدیث عمل یام میگه که نجس نمیشه. واختار هذا القول ابن المنذر که بخش اجماع را بیان میکنه و میگه که نجس نمیشه. و غزالی از امام شافعی، امام غزالی میگه که تا که یعنی آب کم هم باشه، تا که دو تغییر نامده باشه، رنگ ویش نجس نمیشه. و اختیار ابن تیمیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه هم امین نظر شد. یعنی با وجودی که ابن تیمیه یعنی به حساب مذهب میلان به حنبلی داره ولی اینجا مخالفت کرده با مذهبش به خاطر که بعد دلایل دیگه است پیشش. یعنی بسیار علما اگر میلان به یک مذهب هم میداشت اما به اساس دلیل عمل میکرد. جایی که دلیل می بود اوجا به نظر امام مذهب خود عمل نمیکرد. و استدلوا به حدیث الباب ابی سعید و استدلال کردن به می حدیث که در اول دوم حدیثی کتاب ابو سعید خدری چی میگه؟ ان الماء طهور لا ينجس شیئا، آب پاک است هیچ چیز را نجس کرده نمیتونه. میگه وجه استدلال چیست؟ دلیل استدلال قول صلی الله علیه وسلم لا ينجس شیئا دلیل است علی ان اصل فی الماء طهاره، اصل در آبی طهارت است و انه لا یتأثر بالنجاسه، به نجاست آب متاثر نمیشه. خب و خص من ذلك المتغیر بالنجاسه بالاجماع، باز ازمی آبی که پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی را نجس نمیکنه با به اجماع خاص شده که همون نجاستی که تغییر بده، نجاستی که تغییر نداده نه. و سه مذهب اولی که ما شما خواندیم، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام احمد الشافعی و گفتن که نه همین نجاست که برسه نجس میشه اگر که تغییر بیا نبیا، یا میگن نه تا که تغییر نامده در رنگش یا در مزیش یا در بویش. و این گپه که ما و شما کسی غیر بپذیره با دلایلشان برتان میگیم که دلیل هم قوی است که لا ينجسون، یک حدیث. و دوم حدیث یک امی حدیثی است و ابن قیم میگه فهذا نص صریح علی ان الماء لا ينجس، میگه این حدیث یک نص صریح است، صحیح و صریح، یعنی حدیث یک عبارت است که هم صحیح است هم صریح که آب با ملاقات نجاست نجس نمیشه ما کونی واقفا با وجود اینی که استاده باشد. میگه این حدیث که از حدیث بیر بزاعه میگفتنی را، همی بیر یک چاه بود که دو زنا چیزا را مینداختن، بعضش امی چیزایی که مریض ماوار میشدن و نمو لطاو یارا مینداختن بازی پرسان کردن. زیرا بیر بزا کاند واقف استاده بود ولم یکن علی عهد بالمدینه ماء جار اصلا، حتی در دوران پیامبر در مدینه آب جاری نبود. همیان آب دریا یا در سعودی، حتی بسته سعودی را بگردید یگام جای پیدا شد، در مدینه نبود. همازی میفهمیده میشه که آب تا که اون متغیرات دو نبیت نجس نمیشه و یا واقعا دلیل قوی است. جواب میگه از حدیث قلتین چی میگین؟ میگه علما بعضی را ضعیف گفتن مثل ابن عبدالبر ابن قیم، یعنی قوی نیست، ضعیف است. دو میگه مفهوم میگه عموم نداره، مفهومی از او که اذا بلغ الماء قلتین، آب که به دو قله برسد از یک از کم از دو قله باشد و نجس شود، این عام نیست. از این لازم نمیشه که هر چیزی که در دو قله نرسیده یعنی 307 لیتر که اون نجس شود. زیرا قلیل قد يحمل الخبث لمزنه القله، با امی کم آبم گاهی وقت نجاست با خود میگیره از جهت گمان کم بودنش که کم است. یعنی تو فکر میکنه انسان که این نجس شده به خاطر کمه. بازی معارض میگه این مفهوم معارض است با منطوق حدیث که الماء طهور لا ينجس، آب پاک است چیزی را نجس نمیکند و منطوق مقدم به مفهومه. یعنی از حدیث قلتین واقعا از مفهومش فهمیده میشه که اگر دو قله کم باشه نجس میشه، ظاهرش فهمیده نمیشه. اما حدیثی که الماء طهور لا ينجس شیئا از عبارتش فهمیده میشه و منطوق یعنی اونچه که عبارت صریح باشه از مفهوم کده مقدم می باشه و صریح می باشه. در این حدیث دوم که ما شما ابو سعید خدری روایت میکنه که الماء پیامبر صلی الله علیه و آله گفت ان الماء طهور لا ينجس شیئا، آب پاک است هیچ چیزی را نجس کرده نمیتونه. اینا اگه یکی از اوصافش تغییر بده و به اساس اجماع، پس اگه نجاست دا آب ملاقات میکنه تا که تغییرات نبیه
نجس نمیشه. واقعا که از این فهمیده میشه دیگه انسان که دلایل هم میبینه میره میفهمه که امی مذهب امام مالک و افزایی و ثوری و اینمی اشرافیان علما و غیره اینی قوی تر است، یعنی راجح تر است دیگه نظر به دلایل که تا که در آب اگر کسی نجاست چیز واقع میشه تغییر نبیاد و نجس نمیشه. این انسان میتونه که از آب باز استفاده کنه. او کسایی میگن که این نجس شده با مجرد رسیدن نجاست وضو نکن دیگه باید چی کنی؟ تیمم بزنی. این کسایی باز فرقش دمی ظاهر میشه، میگن تا که تغییر نخورده پاک است میشه که تازه وضو کنی و حتی استفاده بکنی. خب دیگه یکم دفعه ما ترجیح میتیم شاید باشه اینا باشه، نظر خود ماست، این نظر سر خود هر کسی تحمیل نمی کنیم، یعنی شما مکلف نیستیم به این کار. و اونجا هم دلایل گفته شد که تا اتفاقیش خواهم مورد که دو قله باشد و اگر بیفته تا که تغییر نخوره دو اتفاقی عجیب با پایینش اینی گپ است کسی قبول میکنه نمیکنه، یعنی ما را یک متهم نکنن که چطور شد چنا شد و دیگه ای که گپ خود سر کسی تحمیل نمیکنیم. نظر خود ما شخصا نمیست، یعنی و که امی گپ صحیح و قوی است و صریح است واقعا نگاه دلایل، چون که ما شما خب اساس دلیل عمل میکنیم امی گپ است دیگه. و این کسی که باز میگه مثلا ما این ما خوش داریم میگه باشه اون گپ جداست، او را ما نمیگیم. یا میگه ما مقلد هستیم ما با مذهب خود عمل میکنیم او را کار نداریم، او را میگیم تو باشم تو این گپ خدا که میگیم باز کسی یعنی ما را کدام تاپا ماپا چیز نکنه، ما یکم ترجیحات که میتیم نگه که چطور شد این به اساس دلیله. و عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب. چند حدیث دیگر هم بگویم. خب آله دوستا گفتن که حدیث ها یه ذره زیاد خوانده شد، انشاءالله میشه که زیاد هم میخوانیم و اگر شود الله بخواهد ما میشه می کتاب ختم کنیم. خب ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و حدیث ششم کتاب است، ششم حدیث. لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب. غسل نکنه یکی از شما در آب استاده در حالی که جنوب باشه. آب استاده است دو غسل نکنه. اخرجه مسلم، امام مسلم یا روایت کرده. ولی البخاری امام بخاری هم این تو حدیث آورده و میگه که لا یبولن احدکم، بول نکند یکی از شما، بول پیشاب، فی الماء الدائم در آب دائم یعنی استاده، الذی لا یجری، آب دائم چیست که جریان نمیکنه استاده است. ثم یغتسل فیه بعد غسل میکنه، یعنی تو احمق نشین که آب استاده اول بول میکنیم بعدم غسل میکنیم، این کار نکنیم. ولی مسلم منه ثم یغتسل منه، در حدیث بخاری تا آمده ثم یغتسل فیه، در مسلمی تا آمده ثم یغتسل منه باز غسل میکند، منه از امی آب هم بول کرد و هم غسل میکنه. ولی ابو داود در اینطور میگه که ولا یغتسل فیه من الجنابه، رسول الله هم گفت که غسل نکنه دی از جنابت، آبی که استاده است. آب دائم چی را میگه؟ الراکد المستقر، آبی که استاده است شور نمیخوره، کما فسره النبی صلی الله فی روایت الاخرى. خود پیامبر هم تفسیر کرد الماء الدائم الذي لا یجری، او که جریان نداره استاده عوض است یا هر چی که است. مثلا کمیاه البرک التي فی البساتین، آبای میگه که در باغا میباشن همین توی ذره جمع میکنن باز کمشه در حالت ضرورت و را پس وسو انتقال میتن. و هو جنوب در حالی که جنوب باشه، یعنی صاحب جنابت باشه. جنوب کی را میگه؟ من وجب علیه الغسل من جماع او انزال منی، کسی که غسل با بالاش واجب شد از جهت جماع هم بستری بکنه یا جهت انزال منی اما آب منیش که بیرون شود، مرد باشه زن باشد، این جنوب میشه. لا یغتسل احدکم فی الماء. خب پیامبر میگه گفت که غسل نکنه یک از شما آب. میگه در یک حدیث دیگه آمده که خب در آب دائم که غسل نکنن، یک آدم جنوب شد در اطرافای جا ببینی دیگه آب هم در خانه نیست و این تابا مثلا در اوزکاسی چی کار کنه ای؟ میگه قالو گفتن یا ابا هریره کیف یفعل، راوی عزیز ابو هریره است، چگونه کار کنه خی غسل نکنه یا آدم جنوب شده چی کار کنه؟ قال یتناول تناولا، گفت بگیره ایره بگرفتن،
یعنی یختلف من هذا الماء، یعنی که دست بگیره، تو که دست بگیره در بدن خود، یا تو دو دسته بگیره در بدن خود پرته، خود در اون پرته در آبی که استاده است. لماذا؟ خب این خو حدیث شد. جنوب چرا جنوب میگن؟ یک چند گپ همین جنوب که میگم جنوب لانه اونها یقرب الصلاه، به خاطر که منع شده که به نزدیک شه به نماز. و دیگه بعضی گفتن لمجانبت الناس، از مردم دور میشه حتی یتطهر. انسان خوشش نمیاد نزدیک کسی بیا تا که خوب پاک نشه. جنوب باشه یک قسم فشار می باشه. و قیل لان الماء جانب محلی، در آب که است دور شده از محلی، از آب نیست نزدیکش، اگه آب باشه زود میره غسل میکنه. امام نووی میگه که اصل جنابت در لغت باده میگه، بود دوری، جنابت دوری را میگه. و تطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع او خروج منی، باز استعمال میشه به مو شخصی که واجب شده به بالای غسل به سبب انبستری جماع یا خروج منی، لانه یجتنب الصلاه والقراءه. با چون جنوب میگه زیرا نماز دور میباشه، نزدیک نماز نمیشه تا که جنوب است، و از قرائت قرآن مسجد و یتباعد آنها دور میباشه. به این خاطر در شرح مسلم میره امام نووی جنوب گفت. در حدیث میاد که نهی از چی است؟ نهی ان یغتسل، غسل که نکنه. چی معنی؟ ای ان ینغمس. غسل خب میشه کتاب بگیری، ولی غمس یعنی خدا پرته، یعنی دو بی خود داخل شه موجه خدا چیز کنه. این نیست که آب بازی کنه در آب استاده، یعنی آب بازی کردن، خدا زیر آب کردن نیست. اینجا انسان سوالی است که نهی بر تحریم است یا کراهت؟ من مثلا منع کرد که جنوب در آب استاده کار نکن، حرام است یا مکروه است؟ بعضی وقت نهی تحریمی می باشه، بعضی مکروه. تحریمی که حرام یعنی گناهش بالاست، مکروه گناهش پایین تر است. علما در دو قول اختلاف کردن. قول اولی است که حرام است، یعنی آب که استاده باشه غسل و بول دی حرام است. امام ذهب الیه الحنفی و ظاهری، امام ابو حنیفه و ظاهریه، علمای ظاهری اینا میگن که حرام است. چرا؟ لظاهر الحدیث، حدیث میگه واشکار است. هل حدیث فی نهی، در حدیث نهی آمده، منع آمده، و نهی کس یا منع یقتضی التحریم، تقاضای تحریم هم میکنه که حرام است. یعنی ولا صارف للتحریم، چیز دیگه قرینه نیست که از تحریم بگردان، از حرام بودن بگردان، دیگه لفظ دی وجود نداره. پس امام ابو حنیفه رحمه الله و یا میگن که حرام است. قول دوم است که مکروه است، حرام نیست، و هو مذهب الجمهور، جمهور علما یعنی شافعی، حنبلی، مالکی. یا میگن چرا؟ میگه زیرا غسل کردن در آب استاده لا ینجسو، اون حدیث سابقه میگه غسل کردن در آب استاده را نجس نمیکنه. چرا؟ لان بدن الجنوب کما و معلوم طاهر لحدیث ابی هریره، بدن جنوب مثل که معلوم است طاهر است، پاکه. یا کسی که بدنش جنوب شوه این ناپاک نمیشه، نجس نمیشه بدنش. چرا؟ در این باره واقعا که بس حدیث صحیح است، زیرا حدیث ابو هریره رضی الله عنه می فرماید قال که کنت جنوبا، میگه من جنوب بودم، بسیار دراز است. باز پیامبر می پیش ما آمد که مرا دست بته در بغل بگیره، میگه من پیامبر دیدم رفتم، یعنی چون که جنوب گفتم دستم در دست پیامبر نخوره یا جانم که این دستش نجس نشه. دیگه پس آمدم فقال رسول الله صلی گفت که چی کردی تو ابو هریره؟ مرا دیدی گم شدی، چرا نزدیکم نآمدی؟ گفت یا رسول الله من جنوب بودم دیگه خوشم نآمد نزدیک شام. پیامبر گفت سبحان الله، یعنی تعجب است به تو، ان المؤمن لا ينجس، مؤمن نجس نمیشه، یعنی که آب بیرون میشه نجس نمیشه، بدنش نجاست، یک چیز که غسل کنه و گپش جدا است. از این فهمیده میشه که یعنی این مردم این دلیل میگن که این مکروه است، یعنی حرام نیست. و صحیح القول اول لظاهر، میگه صحیح قول اول است به خاطر ظاهر حدیث که پیامبر صلی الله علیه و گفت که چیز نکند، در آب ظاهری غسل نکند. و خب با آدم که میبینه یعنی این خود ترجیح دادگیست قول اوله، امی شرح کتاب پیش ماست. والله علم من که فکر میکنم امی قول دوم راجع است، یعنی جمهور علما که مکروه است، خب و چیز نیست، یعنی حرام نیست.
به خاطر که مؤمن به اساس جنابت هرچه باول کرد با جدا، اگر باول کرد با باول خود نجاست است، اما در حساب جنوب گپش جداست که مکروه میشه. حکمت از نهی از غسل کردن جنوب چیه؟ این چه حکمت است؟ اینجا که انسان ایران میمانه که خب ظاهر بدنش خود نجس نیست. چرا؟ میگه اما لحفظ الماء من الاستخباث والاستقذاء، حکمتش یا جهت حفاظت آب از خباث شدن و نجس شدن، او اما لعلت التعبد، یا جهت عبادت، و اینا غیر مقبولة المعنى، یعنی معنایش معقول نه، انسان در کرده نمیتونه. تعبدی الله حکم کرده میتو، پیامبر هم گفته که نشود. پیامبر هم حکم الله را بیان میکنه. اگر که یعنی ظاهر بدن انسان نجس نمی باشد و در خود ازی که مثلا منی نجس است نیست، گپ جداست. با انشاءالله اگر یک وقت شد در اینجا آمد گپ میزنیم، حال نمیگیم دیگه چیزی که خود منی نجس است نیست و گپ جدا. قال شيخ الاسلام ونهي ان الاغتسال في الماء الدائم يتعلق بمسألة الماء المستعمل. می شیخ الاسلام میگه، ابن تیمیه، منع کردن پیامبر امی جنوب از غسل کردن در آب استاده، این تعلق میگیره به مسئله آب مستعمل که آب مستعمل میشه یعنی و هذا لما فی من تقدیر المال غیری. میگه این چیزی است که تقدیر المال، یعنی آب مقذر میشه به غیرش، به خودش اگر که نمیشه به غیر نجس میشه، به این خاطر لا لاجل نجاستی، نه که از جهت نجاستش که خودش نجس باشه، ولا لسیرورتی مستعمل، نه که مستعمل شه یعنی به غیره خراب میشه به دیگه. چرا؟ فانه قد ثبت فی الصحیح، می در حدیث صحیح ثابت است بخاری مسلم، انه قال ان الماء لا یجنب، آب که جنوب نمیشه، یعنی اگر جنوب دو غسل کنه آب جنوب نمیشه. خب کسی که نال اراده میکنه که از جنابت غسل کنه در آب استاده چی کند؟ میگه با دست خود ازی بگیرد، به یک ظرف یا یک ظرف بگیره یا که دست خود بگیره در جان خود پرته، مثل که در حدیث مسلم آمد لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، غسل نکنه یک از شما در آب استاده و جنوب در حالی که جنوبه. فقال کیف یفعل یا ابا هریره، چه قسم کار کنه یا ابو هریره غسل نکنه؟ قال یتناول تناولا، بگیره بیانی به دستای خود بگیره، که یک دست یا دو دست. و یکی یکم تا میگه که این آب مثلا اگر جنوب دست و نجس میشه، امیام این بخی باز صحت نداره. حال یکم تا میگه خب اینجا مثلا آب 100 لست دیگه چطور کنیم، چطور شوا بوده بسیار با یک سختی با 200 لیسو میکنم بدتر 100 لست چپا میکننی، میگه دستم نخورنی میشه، اما تو بگیری دست انسان خود نجس نیست، اما تو بگیری و دستای تا بشی با در بدن پردی. لو انغمس الجنوب فی الماء راکد فلیرتفع حدثه. یک سوال دیگه است، اگر جنوب دمی آب استاده و تا بزنه یعنی آب بازی کنه چطور میشه؟ ای پاک بیوزگیش یعنی نجاست جنوبتش از بین میره یعنی؟ این میگه بله یرتفع حدثه، همون بیوزگی و جنابت از بین میره، پاک میشه. چرا؟ لان هذا الماء طهور لم ينجس، زیرا یا پاک است چیزی را نجس نمیکنه، ولم یخرج عن مسمى الماء، از نام آب دور نمیشه. خب بعضیا خب میگن نه وقتی که میگه میجا غسل کرد نه خدا انداخت، پس که اینال برآمد خو مو آب جنوب بزد، این خدا انداخت و آبم چی شد؟ جنوب شد، که تا آب جنوب خودش ششته میگه نه هیچ پاک نشده. شده میگه یا باید تو بگیری باید این طرف پرد که خدا انداختی کلش مردار کردی، میگه هیچ پاک نشدی. اما این میگه نه، این گپ نیست که آب به خاطر که اونمو حدیث است که الماء لا یجنب، آب جنوب نمیشه، نجس نمیشه. وقیل لا، بعضیا گفته که نه بیوزگیش بلند نمیشه. و هذا قول من یقسمون الماء الى، این قول کسایی که میگه آب سه قسم گفته و یعتبرون هذا الماء طاهر غیر مطهر، لانه میگه آب طاهر است پاک کننده نیست. مثلا مذهب بعضی مذاهب دیگه هم است، احناف میگن سه قسم آب است، یکی آب طاهر است مطهر است، یکی طاهر است، یکی طاهر است اما مطهر نیست، پاک کننده نیست. میگه آب اگر که پاک است اما پاک کننده نیست، اگر کسی یعنی خود دو انداخت جنوب بود بس پورا دیگه ناپاک است. چرا؟ زیرا این مستعمل شد یعنی استعمال شد. ولی میوه صحیح الاول، صحیح اول است که بیوزگی از بین میره. و ان الماء بعد ما انغمس فیه طهور یرفع، یک کسی که خود دایی انداخت یعنی آب بازی کرد
یا خود انداخت بدن خود مالید، این پاک میکند. یرفع الحدث، بیوزگی را بیرون میکند، یعنی انسان پاک میسازد از بیوزگی و جنابت. هرچه نهی در حدیث که است، این علاقه به نجاست آب نداره. این که پیامبر صلی الله علیه و گفته که انسان در آب استاده غسل نکنه، وقد سبق حکمتش تیر شد که از جهت عبادت است، نه از جهت از اینکه این نجس شود. یا خب حکم اغتسال از جنابت در آب جاری چیز، اگر یک کسی در آب جاری غسل کنه چی است حکمش؟ آب جاری من جوی اثر چی که است، خدا پر طبیخی جایز است. ده اتفاق است لمفهوم الحدیث. یکی حدیث است که این آب استاده را گفته، نه آب جاری، و دیگه معنای مذکور در آب دائم غیر موجود در آب جاری. و آب که استاده است که آب جاری فرق داره. آب جاری که چیز کردی میره، یعنی ده اتفاق است. خب باول کردن در آب استاده چطور است؟ حرام است، زیرا حدیث خواندیم که باول نکنیم. لا یبولن احدکم، باول نکن یک از شما در آب استاده الذی لا یجری، که جاری نمیشه، یعنی جریان نداره. و دیگه حدیث جابر است که نه رسول الله صلی الله علیه و آله یبال فی الماء الراکد، رواه مسلم. رسول الله منع کرد که در آب استاده باول شود. این امام مسلم روایت کرد. حکمت در تحریم باول چیست؟ چه حکمت است که در آب استاده باول نشه؟ در جاری اگر شاه گپی نیست. میگه لأن ذلک یقتضی تلوثه، این تقاضای ملوث شدنش به نجاست میکنه و امراضی که گاگای حمل میکنه ایرا باول که بعضی امراض پیدا میکنه. و حکمت های مختلفی، بعضی چیزا را حکمتش میفهمیم، بعضیش نمیفهمیم. حکم آبی که جاری است در او باول کردن چطور جایز است؟ نه، میگه مفهوم حدیث فهمیده میشه که لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، در آب استاده، یدل علی جواز البول فی الماء الجاری. اگر کسی در آب جاری باول کرد جایز است. چرا؟ لأن البول یجری مع الماء ولا یستقر. باول یا پیشاب جاری میشه به همراه آب، این مستقر نمیشه، استقرار حاصل نمیکنه. ولی اگر یک کسی را دیدن در آب در جوی روان باول کرد، نه او را نگوین که ای خبیثی پلیتا چه کار کردی تو، گناه کردی تو. و یکم تو میگه چقدر چی بودی تو، مردار خور بودی تو. یکم جفای تو مجبوریت پیدا میشه، دیگه جای نیست. اون موجه یک آب جاری است و این مجبور است و تنگ آمد مشکلات حتی بدونی گپی هم باشه، یعنی اگر باول میکنه گپی نداره. خصوصا یک کسی که باز عالم باشه این کارا بگن این سعی که خودش مولایی هم از این کارا را میکنه، نه در آب کسی کارا میکنه. این را باید ما شما بفهمیم. در اینجا یک گپ دیگه است که آیا فرق است در بین آب زیاد و کم؟ ظاهر حدیث است که فرق نیست که آب استاده کم و زیاد، کم باشه یا زیاد باشد، در ظاهرش فهمیده میشه که فرق نیست. زیرا در آب استاده پیامبر هم نگفت چقدر باشه، زیاد هم باشه که استاده. یکم تا که در یوزا که میپرتن خدا با اعلام میتن، نه باول خدا نه در مزیر، همین کار صحیح نیست. همین اوضاع سونا و غیره می باشد. نه دیگه آب استاده که بود، نه اگر بسیار اوضاع کلان هم است دبو حال خود تشناب داره دیگه داره. می تو ظالمات اگه نمی جوانای مردمایی که میرن در اوضاع می کارا رو نکنن و نجس نمیشن. با تا اوضاع والای بیچاره سونا اوجا برش چی هم جور کردنی نگه اوجا غسل کنه یا صابون به بدن تا پاک و باز بیا. یکم تا ظالمات دم داخل اما پیشاب خدا اعلام میده دم داخل عوض. ولی از ظاهر حدیث که پیامبر گفت لا یبولن، باول نکنی یک از شما در آبی که استاده است، از این فهمیده میشه که ممنوع است. خب اول میگه چرا، دلیلش دو چیز است. یکی که ظاهر حدیث همیست، حدیث تقاضای تحریم میکنه ولو کان الماء کثیرا، اگر که آب زیاد باشه حرام است. دوم صدا للذریعه، به خاطر که می را بند شود حتی لا یتساهل الناس بهذا الامر، مردم به این تساهل نکنه که می کار کنن. و گفتیم که بعضی مرضان پیدا میشه. اگر باول کردی یکم تا کمی او بازی کن زیر آب دادنش میره و مشکلات پیدا میشه. فایده میگه لکن علماء استثناء الماء مستبحر مال. علماء میگه استثناء کردن آب بحر. آب بحر هم خستادت نه؟ حال ما که گفتیم آب زیاد بحر خوب جار کلانه. دوجه چطور؟ اگر کسی اونجا غسل کرد یا او بازی کرد باز اونجا یا پیشاب گرفتش چی کار کنه؟ بیرون برای اگر اوجا پیشاب کرد گناهگار میشه نمیشه؟ میگه ایر استثناء کردن، یعنی در آب بحر خیره، اگر باول کرد او زیاد کلانه دو ضرر نمیرسه
و نمکی و مس و چیزاش از بین میره بره. و نقل میگه ابن دقیق العید الاتفاق على ان الماء البحری لا يدخل في النهی. حتی ابن دقیق یکی از علمای کلان است اجماع را نقل کرده که آب بحر در این نهی داخل نیست. در نهی اگر در باول کرد در آب بحر استاده، این دریا خیر خود جاری است، در این باول بکنه، در این گپ نیست. یعنی آب بحری که استاده است در این میگه داخل نیست، گناهگار نمیشه و در این معنی داخل نمیشه. هل یلحق بالبول ما فی معنی که تغوط. یکم تا میگه که پیامبر هم گفتم باول نکنین اگر غایط باشه خیر، یعنی مواد چی میگن باول کلان، یا بعضیا به اصطلاح افغانی میگن جواب چای کلان و جواب چای خرد میگن، میگه این باول گفته و دیگه ش نگفته، نه او خود او داخل میشه دیگه. این باول که من نشد تو خود بدتر است و دیگهش وقتی که داب استاده باول نکنی او را قطع نکنی. آیا در این ملحق میشه در باول یعنی غایطه، مواد غایطه؟ میگه نعم. قال نووی میگه و تغوط فی الماء کالبول فی و اقبح. امام نووی میگه که مواد غایطه در آب استاده مثل باول پیشاب است و اقبح بدتر از است. و كذلك اذا بال فی اناء ثم صبه فی الماء. همین قسم میگه اگر یک کسی باول بکنه در یک ظرف بازو را در آب پرتمی هم سینه. بعضی ها ظرف پیش خود میاره و یا بسیار تشناب میره زیاد نمیتونه، اما یک دوله یک چیز مانده و شوق خیلی دو چی میکنه باول خودم میکنه بازم اضافه گیره. اینا لم اضافه گیرم دی نپرتی که بگوی بیای خود گفته که دی نکنی، اگر در ظرف پرتیم دی گپی نباشه، در ظرف هم اگر شد او را نپرتی دی. و کذا اذا بال بقرب النهر بحيث يجري الیه البول. امی قسم فكل مذموم قبیح منهی عنه. با قرب یک نهر باول میکند که باز باولش دو جاری میشه، کلش مذموم قبیح است، نهری که استاده باشد. خب این هم جایز نیست. ابن قیم رحمه الله میگه و به هذا الطریق یعلم انه اذا كان قد نهى عن البول في الماء الدائم مع انه قد يحتاج اليه فلأن ينهى عن البول في اناء ثم يصبه فيه بطریق الاولى. میگه به می طریق فهمیده میشه که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و منع کرد از باول کردن، پیشاب کردن در آب استاده، با وجودی که ایگاگای محتاج میشه که کار کنه، پس از این میفهمیده میشه که حتمی منع شدگی است از باول کردن در یک ظرف که باز این ظرف میاره در این میپرته. این خوب بیخی ممنوع است. وقتی که باول ممنوع با در ظرف ولا یستریب فی هذا من علم حکمت الشریعه. می کسی که حکمت اسلام بفهمه قوانینش در این شک نمیکنه. شاید بعضی علما گفته باشن، این تو فهم کرده باشن که این باول جایز ناجایز اگر در ظرف آوردی پرتی خیر است، نه این میگه نه. و ما اشتملت علیه من مصالح العباد، و آنچه که شامل میشه در این مصلحت بنده و نصیحت و خیرخواهیشان. و دع ظاهریت البحته. میگه کسایی که ظاهری است، بحته یعنی صرف از ظاهر وای تو استدلال کنه ظاهری ها که باول میگه نکو استاد و اگر در ظرف آوردی باز گپ نیست، به خاطر که در حدیث اوش من نامده. میگه نه این ظاهری های بحته یعنی صرف ظاهری یار میگبان فانها تغسل القلوب. میگه دلای زیا بیخی سخت است یه رای ذرت میکنه این ظاهری ها و تحجبها عن رؤیت محاسن شریعت و بجر. میگه اینا در پرده هستند از دیدن زیبایی شریعت که شریعت زیبایی خود داره. و ما اودعته من الحکم والما. و آنچه که الله در این حکمت ها را مانده، فواید مانده، مصالح را مانده، عدل مانده، رحمت مانده، اینا سر ازش فکر نمیکنه. در تعذیب السنن این را گفته است. یعنی از فهمیده میشه که انسان وقتی که باول ممنوع است، آب چیست خلاصش میشه که در آب استاده باول اینا ممنوع است، اما کسی جنوب از غسل میکنه و آب نجس نمیشه. سبحانك اللهم وبحمدك.